جنگ بخشی از زندگیه. در طبیعت اکثر موجودات زنده تلاش برای شکست دادن حریف و سلطه یافتن نهفته. ما این نبرد رو هر روز می‌بینیم، در بیزینس، در زمین فوتبال، در بازی‌های ویدیویی. اما اگه در حال جنگ با دنیای بیرون نباشیم، احتمالاً در حال نبرد با خودمون هستیم. بیش از 2500 سال پیش مردی به نام سون تزو کتابی نوشت که قرار بود راهنمای ارتش‌ها باشه، اما تبدیل به نقشه راهی برای بشریت شد. اون یک ژنرال و استراتژیست در ایالت وو در دوران سلسله ژو بود، زمانی که فیلسوفانی مثل کنفوسیوس و لاوتزو هم حضور داشتن. امروز می‌خوایم بفهمیم چرا کتاب اون هنوزم در کتابخونه ژنرال‌های بزرگ امروزی هم دیده میشه. من سینا نظری هستم و به کانال معماری ذهن خوش اومدید. قدرت قبل از نبرد و تاثیرات واقعی. سون تزو معتقد بود پیروزی و شکست قبل از اینکه اولین سرباز حرکت کنه مشخص شده. اون میگه با محاسبات دقیق و دانش کافی میتوان شانس پیروزی را تخمین زد. جالبه بدونید ژنرال ویتنامی وو نوینچیاب تونست ارتش قدرتمند فرانسه را با تکنیک‌های این کتاب شکست بده. درس اصلی اون ساده اما عمیقه. خودشناسی کلید ماجراست. اگه خودت و دشمنت رو نشناسی در هر نبرد شکست خواهی خورد. اما اگه خودت رو بشناسی، حتی اگه دشمن رو نشناسی، شانس برابری برای پیروزی داری. اون تاکید میکنه که نبردهامون رو هوشمندانه انتخاب کنیم، چون برخی جنگ‌ها فقط اتلاف انرژی و منابع هستند. فلسفه تائویستی، پیروزی بدون تخریب. برخلاف تصور عام، سون تزو طرفدار تخریب بی‌فکر نبود. اون تحت تاثیر فلسفه تائویست معتقد بود بهتر است یک کشور رو سالم تسخیر کنید تا اینکه آن را نابود کنید. او میگوید بالاترین هنر جنگ شکست دادن دشمن بدون حتی یک روز جنگیدن است. سون تزو یک سلسله مراتب برای حمله داره. بالاترین شکل حمله به استراتژی دشمن است. مرحله بعد حمله به اتحادهای او و بدترین و پایینترین سطح حمله به سربازان و شهراست. او میگوید اگه پیروزی قطعی است بجنگ، اما اگه شکست حتمی است هرگز وارد نبرد نشو. هنر فریب و انعطاف پذیری آب. یکی از مشهورترین جملات او این است که جنگ بر پایه فریب است. وقتی توانایی داری وانمود کن ناتوانی، وقتی نزدیکی وانمود کن دوری. اون استراتژیست رو به آب تشبیه میکنه. همونطور که آب شکل ثابتی ندارد و با زمین سازگار میشود، شما هم باید با تغییر شرایط دشمن استراتژی خود را تغییر دهید. او حتی از انواع زمین ها صحبت میکنه. مثلا در زمین استراتژیست باید موقعیت رو حفظ کرد، اما در زمین مرگ هیچ راه جز جنگیدن برای بقا وجود ندارد. تعادل درونی و پنج تله مهلک. در نهایت سون تزو به درون فرمانده نگاه میکنه. اون هشدار میده 5 ویژگی میتونه یک رهبر رو نابود کنه. 1. بی‌باکی بیمورد که به مرگ ختم میشه. 2. ترسو بودن که باعث اسارت میشود. 3. تندخویی که باعث میشود دشمن به راحتی شما رو تحریک کند. 4. عزت نفس افراطی که حساسیت به توهین ایجاد میکند. 5. دلسوزی بیش از حد برای افراد که تمرکز رو به هم میزنند. این یک درس بزرگ برای زندگی امروزه. مثلا برای یک سلبریتی درگیر شدن با کامنت های توهین آمیز فقط یک جنگ فرسایشی و بیفایده است. سون تزو به ما میآموزه اگه بتونیم با خرد و شفقت رهبری کنیم، با شرایط تغییر کنیم و بدون خونریزی پیروز شویم، آن وقت است که جنگ واقعا به یک هنر تبدیل می شود. فراموش نکنید جنگ واقعی هنر پیروز شدن با کمترین هزینه است. ممنون که تا این ویدیو با ما همراه بودین. در پناه نور و عشق الهی باشید.